بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهد الله فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له و نشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبده و رسوله. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما گرامیان، خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید در سایه الطاف الله متعال موفق و پیروز و سربلند باشید. الله رو شاکریم از اینکه این فرصت دوباره نصیب راه ما گشت تا به همراه شما سروران در درسی دیگر از درس‌های شرح معانی آیات و تفسیر سوره مبارکه بقره با شما گرامیان باشیم با آیاتی دیگر از این سوره عظیم. در درس‌های گذشته به همراه شما سروران تا آیه 16 از این سوره را پیش رفتیم و در این برنامه هم آیات دیگری از این سوره را به تلاوت خواهیم گرفت. در آیات گذشته الله متعال برای ما از اصناف مردم، گروه‌های مختلف مردم در برابر قرآن کریم سخن فرمود و آنها را به 3 دسته تقسیم نمود. در آیات 3، 4 و 5 سخن از کسانی آمد که به آیات کلام الله مجید ایمان آوردند و حق ایمان را آنگونه‌ای که شایسته است ادا کردند. الله متعال آنان را کسانی نامید که بر هدایت الله متعال هستند، مسیر زندگی را دریافتند، به هدایت رسیدند و در آخرت هم از جمله رستگاران خواهند بود. سپس الله متعال گروه دوم را در 2 آیه 6 و 7 برای ما معرفی فرمود، کسانی که به قرآن کریم ایمان نمی آورند و کافر هستند و سر دشمنی و عناد برمی دارند و استکبار در برابر آیات کلام الله مجید. سپس الله متعال از آیه 8 به بعد تا پایان آیه 20 برای ما سخن از منافقان دارد. گروه سوم را الله متعال برای ما بیان می‌فرماید. گروه سوم کسانی هستند که ادعای ایمان دارند اما مؤمن نیستند، به دروغ میگویند ایمان آورده ایم. منافقان 13 آیه سخن گفتن درباره منافقان نشان است خطر آنها برای امت اسلامی دارد. در آیات 8 تا 16 الله متعال صفات متعددی از آنها را برای ما بیان نمود که در درس گذشته به تفصیل درباره این آیات صحبت شد. در ادامه الله متعال در آیات 17، 18، 19 و 20 برای ما 2 مثال میزند. وصف حال منافقان است. منافقان را الله متعال برای ما توصیف می‌فرماید و برای ما آنها را بیشتر معرفی می‌کنه در قالب 2 مثال و یک مثال ناری نام دارد و یک مثال مایی. به تعبیر فارسی یک مثال با ذکر حکایت آتش است و مثال دیگر با ذکر حکایت آب. آتش و آب. آتش حرارت ایجاد میکنه و نور ایجاد میکنه و اون نور سبب ره یافتن میشود. آتشش مورد استفاده قرار میگیره و همچنین آب هم که مایه حیات است. الله متعال برای ما 2 مثال میزند با آتش و نورش و موضوع آب که بسیار اهمیت دارند. آتش و موضوع هدایت و آب و موضوع تأثیر آن چه در ظاهر و چه در باطن. الله متعال برای ما در قالب این 2 مثال بیشتر برای ما بیان می‌فرماید وصف حال منافقان رو و بیشتر نگرانی آنها، اضطراب آنها، دودلی آنها، پریشانی آنها را برای ما و تذبذب آنها را. مذبذبین بین ذلک لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء. از صفات بارز منافقین تذبذب و دودلی و دوگانگی در انتخاب موضع‌گیری هاست بین مسلمانان و بین کفار. در آیه 17 اولین مثال رو می‌خوانیم که الله متعال برای ما یک مثالی میزنند درباره آتش. الله متعال می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
مثلهم کمثل الذی استوقد نارا. مثال منافقان، دشمنانی که خطرناکترین دشمنان مسلمانان هستند، مار در آستین، گرگ پنهان شده در پوستین میش، هم العدو فاحذرهم. الله متعال میفرماید هم العدو فاحذرهم، دشمنان حقیقی شما همین منافقان هستند، از آنها برحذر باشید. مثال اینها مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، مثال اینها به مانند آن شخصی است، مثال منافقان به مانند مثال کسی است که استوقد نارا. استوقد یعنی اینکه به دنبال روشن کردن آتش رفته است. استوقد طلب وقود می کند، طلب وقود می کند، یعنی طلب هیزم می کند، به دنبال این می رود تا هیزمی را به دست آورد که آتشی برپا کند. کمثل الذی استوقد نارا، طلب از خود اوست، می رود به دنبال اینکه آتشی روشن کند. در تاریکی شب فردی در بیابان برای اینکه راه خود را پیدا بکنه نیاز دارد تا آتشی روشن بکنه، به دنبال روشن کردن آتشی است و این آتش رو روشن میکنه. بعد از اینکه آتش روشن شد، فلما اضاءت ما حوله، پس از اینکه این آتش روشن کرد ما حول این فرد را، اضاءت ما حوله، وقتی که این آتش روشن میشه و ما حول او روشن میشود، در آن تاریکی های شب مقداری دوربر او روشن میشه و مقدار این فرد در این آتش و اطراف این آتش گرم میشود. با این آتش الله متعال میفرماید مقداری از نور و حرارت این آتش استفاده میکند که به یک باره ذهب الله بنورهم، الله متعال این نور را میبرد. الله متعال این نور را میبرد. الله متعال صحبت از بردن نور میکند. الله در ابتدا فرمود فلما اضاءت، وقتی که ضیا آمد، ضوء آمد، ذهب الله بنورهم، نور او را میبرد. سه تا تعبیر اینجا استفاده شد در این مثال. یکی نار هست و دومی ضوء هست و سومی نور هست. نار برای اهداف مختلفی استفاده میشه. آتش وقتی روشن میشود برای گرم شدن، برای استفاده از حرارت آن برای پخت و پز، یا احیانا برای استفاده از نور آن استفاده می شود. در این مثال بیشتر حکایت نور هست، چون در ادامه الله متعال صحبت از نور می فرماید. فلما اضاءت، وقتی که ضوء آتش روشن می شود و اطراف رو روشن می کنه، ذهب الله بنورهم، الله متعال نور رو از این حکایت از این فرد میگیرد. نفرمود که ضوء رو میگیرد، چون در ابتدا داشتیم فلما اضاءت، وقتی که ضوء ماحول رو روشن کرد نور رو الله متعال میگیرد. نور و ضوء در قرآن کریم دو تعبیر متفاوت هستند. الله متعال میفرماید و جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، الله متعال خورشید را ضیاء داده است و نور قمر را نور داده است. ضوء در لغت عرب به آن نوری اطلاق می شود که مصدر او حرارت است. از یک حرارتی یک نوری خارج می شود و بعد نور در عربی بیشتر برای تعبیری استفاده می شود که انعکاس اون ضوء در یک منطقه‌ای باشد. به خاطر همین برای خورشید الله متعال ضوء استفاده فرموده و برای ماه نور استفاده کرده است، چون ماه از خودش نور ندارد. آن نوری که از سمت خورشید به او میرسد را منعکس میکند. ضوء خورشید که می آید او را منعکس میکنه. احیانا در مکان نور هست اما ضوء نیست. مثلا بین اذان صبح و نماز صبح، مثلا بعد از نماز صبح تا طلوع خورشید ما نور داریم، فضا روشن هست، اما ضوء خورشید، اون اشعه خورشید هنوز طلوع نکرده خورشید و اون ضوء رو ما هنوز نداریم. احیانا نور هست اما ضوء نیست. الله متعال میفرماید که ذهب الله بنورهم، کل این نور رو از آنها میگیرد. اگر تعبیر می آمد که ذهب الله بضوئهم، این برداشت میشد که شاید اون اشعه گرفته شده است اما هنوز نوری وجود دارد. الله متعال مطلق نور رو نفی میفرماید و میفرماید که تمام نور رو الله متعال از آنها میگیرد و
یک اشاره دیگری هم اینجا هست کرده متعال فرمود ذهب الله بنورهم، چون صحبت از روشن شدن آتش بود. الله متعال از حرارت آتش نمیگوید، فقط نورش را میگوید. نور قطع میشه اما آن حرارت باقی است، اون اخگرها و اون زغالهای سوخته اونجا باقی ماندن، اون حرارت زیر خاکستر همچنان باقی هست، اون حرارت باقی مانده اما نور قطع می شود. و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. و الله متعال این کسانی را که آتشی روشن کردند برای خود که از نور آن استفاده بکنند، نور لحظه آمد و رفت و در تاریکی مطلق باقی ماندن. و ترکهم، الله متعال آنها را باقی میگذارد فی ظلمات، در تاریکی ها لا یبصرون، که هیچ چیزی را نمی بینند. وقتی که یک جای روشن باشه و به یک باره اون نور برداشته بشه، چون چشم انسان، مردمک چشم انسان وقتی که جای نور هست بازتر میشه و وقتی که نور یک دفعه تنگتر میشه، وقتی که مردمک وقتی که نور باشد تنگتر میشه و اگر یک دفعه نور قطع بشه، اون تاریکی بعد از قطع شدن نور در لحظه اول چنان برای انسان سنگین هست و چنان تاریکی پشت سر تاریکی هست که هیچ جا رو انسان نمیبینه. شاید بعدش مدتی بگذره و کم کم چشم انسان خودش رو با اون فضا بیشتر عادت بده و بهتر بتونه ببینه. اما اون تاریکی بعد از رفتن نور یک تاریکی بسیار سنگین و تیره است. این مثال است. این مثال در مطال برای ما خلاصش این است که یک نفری آتشی روشن میکنه تا از نور اون استفاده بکنه و به یک باره بادی می آید، بارانی می آید و این آتش قطع میشه و این انسان در همان بهت و ناامیدی خود در تاریکی میماند. الله متعال وصف حال منافق رو برای ما تشبیه کرده به این مثال. منافقان در ابتدا وقتی که می آیند و ادعای ایمان می کنند، میدانیم که در صدر اسلام یک عده‌ای آمدن ایمان آوردند، ایمان آوردند، بعد از اینکه ایمان آوردند دوباره کافر شدند. در سوره منافقون الله متعال در آیه 3 میفرماید ذلک بانهم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون. یک عده از منافقان از ابتدا آمدن ایمان آوردند، اما بعد از اینکه ایمان آوردند دچار شبهه شدند، دچار تردید شدند، دچار کفر و نفاق شدند، کافر شدند، مرتد شدند، اما اعلان ارتداد نکردند. به دروغ همچنان خود را مسلمان باقی نگه داشتند، در ظاهر همچنان خود را مسلمان معرفی می کردند. در دید مسلمان ها اینها مسلمان بودند، اما در باطن اینها کافر شده بودند و مرتد شده بودند. بأنهم آمنوا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. الله متعال میفرماید ایمان آوردن و کافر شدن. این مثال اول برای اون دسته از منافقان است که ابتدا ایمان آوردند بعد کافر شدند. وصف حال اینها را الله متعال میفرماید مثل اون کسی است که آتشی روشن کرد، فضا روشن شد، در اون تاریکی ها یک نوری آمد، حرارتی آمد، اینها توانستند ماحول خود رو ببینند، راه رو پیدا بکنند، در اون سرما اینها گرم شدند، اما یک باره اون آتش از اینها گرفته شد، هم آن نور رفت هم آن گرما رو از دست دادن. اینهایی که آمدن مسلمان شدن، اینها مسلمان شدن، راه رو دیدن، فضا رو دیدن، در جمع قرار گرفتن، به مانند بقیه مسلمان ها با آنها رفتار شد، جانشان، مالشان همه در امان قرار گرفت، اینها رو در امان قرار دادن. اما یک باره چه شد؟ یک باره این نور از اینها گرفته شد و اینها در تاریکی کفر و نفاق و حسد و حقد و دشمنی با اسلام و مسلمین ماندن. اینها الله متعال میفرماید که کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله. وقتی که این منافق ایمان آورد ماحول او روشن شد. این خودش بعد از اینکه کافر شده بود این از اون هیچ سودی نبرد و این وقتی که خاموش شد ذهب الله بنورهم، الله متعال نور رو از او گرفت، نور ایمان رو از قلب او در آورد. این نور ایمان از قلب او خارج شد و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. این قلبی که از نور ایمان خالی شده بود، این انسان متحیر ماند در ظلمت‌های مختلف، در کینه، در حقد، در نفاق، در شرک، در دشمنی با اسلام. هر کدوم از اینها ظلمت‌هایی است که این انسان در او باقی مانده است. صم بکم عمیان فهم لا یرجعون. صم
الله متعال میفرماید این کسی که در تاریکی آتش او خاموش گشت، اینها مجموعه این انسانها به مانند انسانهای کری هستند. سم جمع اصم هست به معنای کران و بکم جمع ابکم هست به معنای لالها و عمی جمع اعماست به معنای نابینایان. الله متعال اینها رو توصیف می‌فرماید. کسانی که در این تاریکی و در این ظلمت نه چراغی برای پیدا کردن راه خود دارند و کسی راهنمایی برای آنهاست، در این تاریکی مات و مبهوت ماندن، می‌فرماید که اینها هم کر هستند، هم لال هستند و هم کور هستند. فهم لا یرجعون، و راهی برای بازگشت پیدا نمی کنند. الله متعال منافقان رو برای ما کسانی معرفی می‌فرماید که اینها نه چشم آنها می‌بیند، نه گوش آنها می‌شنود و نه اینها می‌توانند سخنی بگویند. کر هستند، کور هستند و لال هستند. در سوره مبارکه اعراف الله متعال می‌فرماید که ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها. بسیاری را الله متعال برای جهنم خلق کرده است. آنها قلب دارند اما درک ندارند. ولهم اعین لا یبصرون بها، چشم دارند اما طاقت دیدن ندارند، بصیرت دیدن رو ندارند. ولهم آذان لا یسمعون بها، گوش دارند اما شنوایی و طاقت شنوایی رو ندارند. اینها حرف حساب رو نمیشنوند، حقیقت رو نمیبینند. اینها کورند، کرند و لال هستند. اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، اینها به مانند چهار پایان هستند بلکه غافلتر از آنها هستند. در سوره مبارکه حج الله متعال برای ما میفرماید که فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. حقیقت کوری، آن کوری حقیقتا کور است که چشم قلب او کور است. این چشم ها نیستند که کور می شوند، بلکه این چشم قلب است که کور می شود. فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. این چشم ها نیستند که کور می شوند، این دل های درون سینه ها هستند که کور می شوند. اون نور وقتی که از این دل گرفته می شود، اون نور ایمان، اون نور توحید وقتی که از قلب منافق خارج شد، این قلبش کور میشه. وقتی که قلب کور شد، نه حرف حساب رو میشنود، نه حقیقت را میبیند و نه طاقت گفتن سخن حق را دارد. به همین حکایت در الله متعال میفرماید به مانند کر، کور و لال هستند. و کسی که در بیابانی در تاریکی مطلق گیر مانده باشد و کر هم باشد و کور هم باشد و لال هم باشد، چطور میتواند نجات پیدا بکند؟ کسی که در یک تاریکی مطلقی است و هیچ جا رو خودش نمیبینه که پیش برود، باید زبانی داشته باشه تا سخن بگه. شاید در اون نزدیکی ها کسی باشد که صدای او را بشنوه. وقتی زبانی هم نداشته باشه که سخن بگه، چطور میتواند کسی را به فریاد بخواند؟ و وقتی که گوشی هم نداشته باشه، احیانا بعضی وقتها کسی که گوش داره در همون تاریکی ها صدایی رو میشنوه و به سمت اون صدا حرکت میکنه. و وقتی گوشی هم نباشه که انسان بشنود، چطور حرکت بکنه؟ نه گوشی است که بشنود، نه چشمی است که ببیند و نه زبانی است که فریاد برآورد. و کسی که کر است و کور است و لال است، امکان ندارد که در تاریکی این انسان بتواند خود را نجات دهد. وصف حال منافق این گونه است. منافقی که در ابتدا با خارج شدن نور ایمان از قلب او، بعد از اینکه منافق شده و کافر شده، این انسان قلب او کور شده و چون قلب او کور شده، نه چشم او طاقت دیدن حق را دارد، نه زبان او طاقت گفتن حق را دارد و نه گوش او طاقت شنیدن حق را دارد. این انسان انسانی است که صم بکم عمی فهم لا یرجعون، کور است، کر است و لال است، دیگر بر نمیگردد. منافق دیگر بر نمیگردد به ایمانش. اون کسی که ایمان آورده و کافر شده و مرتد شده، بازگشت او دوباره به ایمان بسیار سخت است، چون این انسان خود را به دروغ مؤمن و مسلمان معرفی می کند. این منافق در حقیقت کافر هست اما خود را مسلمان معرفی می کند. در حیرت است، در ظلمات پشت سر هم و تراکهم فی ظلمات لا یبصرون، در ظلمت های این انسان غرق است و این انسان نمی تواند که راه خود را پیدا کند. یک تعبیر دیگری رو مفسرین برای این مثال آوردند که الله متعال برای منافق در دنیا
در دنیا چون ادعای ایمان می کند در بین مسلمانان، چون با اسم مسلمان با او رفتار می شود، انگار او یک نوری دوربر خود دارد که می تواند خود را محافظت بکند در بین مسلمان ها، از منافعی برخوردار هست. چون مسلمان است با او در ظاهر مسلمان است، در ظاهر ادعای مسلمانی میکنه، مثل مسلمانی با او رفتار میشه، مثل همان نوری که در ابتدا آتشی که روشن شد و ماحول او یک مقداری روشن شد. این انسان تا وقتی که ادعای اسلام دارد، ماحول او روشن هست، از این فرصت استفاده میکنه، بهره مند میشه. اما همین که انسان مرد و وارد قبر شد، اونجا دیگه حقیقت او مشخص میشه. اونجا دیگه هیچ سودی برای او نخواهد داشت این ادعای دروغین ایمان او. فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. اون ظاهر اسلامی که دارد با مرگ او از بین می رود. و ترکهم فی ظلمات. در تاریکی ها می ماند. تاریکی قبر، تاریکی شرک، تاریکی محشر، تاریکی دوزخ و ظلمت هایی که پشت سر هم پیش روی این انسان خواهد آمد. تاریکی پشت سر تاریکی و این انسان در بعد از مرگ خود هیچ راه نجاتی نخواهد داشت. یک مثال دیگری الله متعال میزند. این مثالی بود که با آتش بود و با نور بود. آتش نور ایجاد می کند و نور سبب هدایت می شود. اینجا در این مثال دین و قرآن با اون آتش و حرارت آتش تشبیه شد که نور او سبب می شود که انسان راه خود رو پیدا بکنه. و اینجا وقتی که نور گرفته شده از منافق، اون حرارت همچنان باقی مانده بود زیر خاکستر و این حرارت در وجود او رو همیشه اذیت میکنه. منافق از این که تظاهر میکنه به مسلمانی و در حقیقت مسلمانی است، حرارت اون ایمان نهفته‌ای که در باطن این بوده و در باطن او بوده و الان مرتد شده، او رو اذیت میکنه. صدای اذان رو وقتی میشنوه اذیت میشه، نماز خواندن دیگران رو وقتی میبینه اذیت میشه. اون آتش در درون او هنوز هست و او رو از درون اذیت میکنه، از درون او رو آزار میده. آتش طبیعتش این است. نور او برای کسانی که از نورش استفاده بکنن و حرارتش برای کسانی که به دست اونها بیفته. این آتش نورش برای مؤمنان است و اون آتش سوزندگیش برای منافقان است. اونها رو از داخل اذیت میکنه. خود همین منافقان وقتی در جمع مؤمنین قرار میگیرن از داخل میسوزن. اون حرارت ایمانی نداشته، چون داشتن و از دست دادن، اون اخگر باقی مانده در وجود اینها، اون زغال باقی مانده، اون حرارت باقی مانده، از درون اینها رو همیشه اذیت میکنه. یک جنگی در درون اینها همیشه هست. مثال دیگری رو الله متعال برای ما بیان میفرماید با حکایت آب سرچشمه حیات است. وقتی باران میبارد چگونه رفتار میکنن منافقان با یک باران؟ الله متعال میفرماید که او کصیب، عده دیگری از منافقان رفتارشون این گونه است. او کصیب من السماء، مثال اول برای کسانی بود که ابتدا مسلمان شدن بعد کافر شدند و همچنان منافق ماندند. مثال دوم برای کسانی است که از همون ابتدا کافر بودند، اصلا مسلمان نشده بودند و همچنان این موضوع را ادامه دادند، به دروغ اعلان اسلام کردند، منافق بودند از ابتدا و منافق ماندند تا انتها. او کصیب، مثال دسته دوم به مانند بارانی. صیب، باران تند شدید، من السماء، یک بارانی از آسمان میبارد. فیه ظلمات و رعد و برق، این بارانی که میبارد باران بسیار شدیدی است، در او تاریکی هاست، ابر سیاهی آمده و سایه انداخته بر منطقه. اون تاریکی ابر و شدت باران که میبارد، خود حجم وسیع باران یک تاریکی ایجاد کرده، تاریکی ابر هم یک تاریکی دیگر ایجاد کرده و اگر شب باشد تاریکی شب هم بر این اضافه خواهد شد. فیه ظلماتون، باران شدیدی است که با خود تاریکی آورده است. فیه ظلماتون و رعد و برق، صدای رعد است، صدای غرش است، صدای رعد می آید و برق، صاعقه می زند، برق می آید، رعد و برق دارد. باران شدیدی است که تاریکی دارد و رعد و برق دارد. یجعلون اصابعهم فی آذانهم، اینها انگشتهای خود را در گوش خود قرار دادند. من الصواعق حذر الموت، از ترس مرگ به خاطر صاعقه هایی که می آید،
طاقت شنیدن این صاعقه را ندارند. اینها از این صاعقه متنفرند، اینها از این رعد و برق متنفرند، اینها از این تاریکی ایجاد شده متنفرند. الله متعال حال منافقان رو اینجا برای ما در این مثال تشبیه میکنه به حال کسی که در هنگام نزول باران، اینجا باران مراد در این مثال باران دین است، باران آیات قرآنی است که سبب بارور شدن زمین میگردد، سبب حیات زمین میگردد. این باران وقتی که میریزد روی زمین که همان قلب انسان مؤمن است، او رو رشد میده و حیات میده. باران وقتی که میبارد، طبیعت باران این هست وقتی که میبارد به همراه خود ابر تاریکی دارد، به همراه خود رعد و برق دارد. منافق، الله متعال توصیف کرده وصف منافق رو در برابر باران: انسانهای سبک مغز، انسانهای که آینده نگری ندارن، انسانهایی که انسانهای عاقلی نیستن، وقتی که باران میبارد به جای اینکه به ثمرات باران فکر بکنن، به نتیجه باران فکر بکنن، اهمیت باران فکر بکنن و نقش باران در آینده اون منطقه فکر بکنند، فقط همون نقاط منفی را میبینن. فقط اینکه زمین گل شده، همین ناراحتن که چرا زمین گل شد، از این ناراحتن که چرا این باران یک تاریکی آورد، از این ناراحتن که چرا این صدای رعد و برق هی می آید و ما را می ترساند. اینها به جای اینکه به اون نعمت باران و دستاورد باران و ثمرات پس از باران فکر بکنن، به همون لحظه نزول باران و اون رعد و برق و اون گل شدن زمین و اون تاریکی که ایجاد شده فکر میکنن. فقط اینجا الله متعال برای ما قرآن کریم و دین رو به باران تشبیه کرده که فیه ظلماتون. در آیات قرآن کریم الله متعال از شرک میگوید، از کفر میگوید، از دشمنی شرک و کفر میگوید. اینا همه ظلمت هستند. این ظلمت ها را الله متعال برای ما معرفی میکند. در هنگام نزول آیات قرآن ظلمتی را برای ما توصیف میکند که عبارت از کفر است، عبارت از شرک است. حقیقت کفر و شرک رو برای ما معرفی میکنه. وقتی آیات می آید این حقیقت رو برای ما معرفی میکنه. و رعدون، وقتی که آیات قرآن نازل می شود، در اون رعد وجود دارد، وعید وجود دارد، زجر وجود دارد. آیات قرآن کریم وقتی که نازل می شوند، مشرکین رو، منافقین رو و کفار رو می ترسانند از عذاب پیش روی آنها، از شکست خوردن آنها. و برقون، و در این آیاتی که نازل می شود هدایت است، برق است، روشنایی است برای مؤمنان، برای کسانی که پیرو این کتاب هستند. وقتی که این آیات نازل می شود، در آیاتی که نازل می شود و این آیات سبب حیات انسان روی زمین می شود، کفر رو معرفی میکنه، شرک رو معرفی میکنه، وعد و وعید بر علیه منافقین رو معرفی میکنه و کفار رو معرفی میکنه و آیاتی برای رسوا کردن آنها و بیان صفات آنها نازل می شود و در مقابل مژده‌ای به مؤمنان و مسلمانان و بشارت برای اونها نازل می شود. اینها طاقت دیدن این رو ندارن و اینها یجعلون اصابعهم فی آذانهم، و اینها انگشت‌های خود رو در داخل گوش‌های خود قرار می‌دهند که نشنون اینها رو. یجعلون اصابعهم، اصابع به انگشت گفته می شود. در حقیقت اینا انگشت خود رو داخل گوش نمی‌کنن. انامل یک بخشی از انگشت و یک قسمتی از انگشت خود رو داخل گوش خود میکنن، اما از شدت این حرکت در امتحان میفهمند انگشت‌های خود را به داخل گوش خود قرار میدن. من الصواعق، از ترس اون صاعقه هایی که نازل میشود. اینها دوست ندارن بشنون آن چیزی رو که متعال بر علیه اینها نازل کرده است، اون زجری که می آید، اون وعیدی که می آید. اینها از ترس این که نشود این احکام جهادی که بر علیه اینها نازل شده است، احکام جهادی که آمده اینها را از بین ببرد و سبب مرگ آنها شود، میترسند. منافق همیشه در یکی از صفات منافقین این هست که همیشه میگردد نقاطی را پیدا میکند که مثل باران وقتی میبارند فقط به گل نگاه میکند، فقط به رعد و برق نگاه میکند، فقط همون لحظه را میبیند. وقتی که آیات جهاد نازل می شود، منافق می آید و می گوید جهاد چیست؟ این چه آیاتی است نازل شده؟ این چه احکامی است؟ خون ریزی، کشته شدن،
اسیر شدن، خراب شدن، جنگ، دربدری، تار و مار شدن. این قسمت رو فقط میبینه. همون قسمتی که باران باریده و زمین گل شده فقط همین گل رو میبینه. این رو نمیبینه که جهاد سبب احیای عزت و کرامت و شرافت امت اسلامی است. سبب مبارزه با ظالم است، سبب نجات مظلوم است، سبب سربلند کردن است، سبب احیای امت است. وقتی درباره نماز به اونها گفته میشه که نماز بخوانید، این فقط همون لحظه رو میبینه که روزی 5 بار نماز بخونیم، از خواب بلند بشیم نماز بخونیم، اینجا نماز بخونیم، اونجا نماز بخونیم، هی نماز بخونیم و نماز بخونیم. فقط همون قسمت هایی رو که در ظاهر برای او سختی داره، سختی ها رو میبینه. این رو نمیبینه، نفهمیده هیچ وقت که نماز معراج مؤمن است. ارتباط مؤمن با الله متعال است. درد دل یک انسان با الله متعال است. رابطه او رو با الله متعال ترمیم میکنه. نماز اصل دین است. نماز سبب اصلاح زندگی فرد میشه. نماز بسیاری از مشکلات زندگی او رو برطرف میکنه. نماز است که او را از گناه و منکر باز می‌دارد. نماز است که از او یک انسان متواضع، انسانی صالح، انسانی مؤمن می‌سازد. نماز است که در دنیا و آخرت او برکت می‌آورد و نماز است که رابطه او را با الله متعال، رابطه او را با خود او، رابطه او را با دیگران اصلاح می‌کند. و این چیزها رو منافق نمی‌فهمد. وقتی صحبت از حج می‌شود، منافق می‌آید و فقط به این فکر می‌کنه که هوا گرم است، مسیر سختی است، بریم در عرفات بشینیم صبح تا شب چه کار بکنیم، در مزدلفه شب روی زمین بخوابیم، گرد و خاک کفن بپوشیم که چی بشه. این همه آدم، چند میلیون نفر اونجا جمع بشن و اونجا بچرخند که چه فایده‌ای دارد. بیاید این پولها رو خرج بکنید برای دیگران، برای به دست آوردن دل فلانی و فلانی. این قسمت رو نمیفهمه که حج اصلا فلسفه حج چیست، حکمت حج چیست، حکمت کفن پوشیدن چیست. یک دانشگاهی است حج برای اخلاق، برای تقوا، برای آماده شدن، برای خودسازی، برای اصلاح، برای همدلی، برای خبر گرفتن امت از یکدیگر. یک فضایی است برای ایجاد وحدت در اعتقاد، در عمل، در رفتار و اون درس‌های فراوانی که در حج هست. وقتی که صحبت از زکات میشه، منافق همین موضوعات رو باز اونجا مطرح میکنه و منافق همیشه فقط یک مسائل ساده ای رو میبینه. مثل اون فردی که وقتی باران میباره نگران این هست که این باران ماشین من رو خراب کرد، شسته بودم کثیف کرد، این باران لباس من رو کثیف کرد، این باران گل آورد، این باران پنجره خانه من رو کثیف کرد و این رو فکر نمیکنه که این بارانی که میبارد مزرعه ها رو پربار میکنه، باغ ها رو پربار میکنه، سدهای آب رو پر از آب میکنه و در چند ماه بعد که باران نمیبارد ما به اینها نیازمندیم. منافق این گونه است. منافق همیشه در رفتار با احکامی که از آسمان نازل می شود، درباره آیاتی که از قرآن کریم نازل می شود، همیشه به دنبال همین هست فقط و به دنبال این هست و همیشه انگشت رو در گوش خود میگذاره و دوست نداره که اینها را بشنود. والله محیط بالکافرین، راه فراری ندارن. الله متعال میفهمد الله احاطه کامل به کفار دارد، به منافقین دارد. منافق هر رفتاری را که بکند باز هم الله متعال احاطه کامل به او دارد. یکاد البرق یخطف ابصارهم، نزدیک است که این روشنایی که آمده چشمان اینها را کور کند، بینایی آنها را برباید. برقی که میزند چنان شدید است که نزدیک است چشمان اینها را کور کند. برهانی که می آید، دلایل قرآن کریم چنان واضح و روشن است که اینها طاقت دیدن آن را ندارند. کلما اضاء لهم مشوا فیه، وقتی که راه روشن می شود، وقتی که در آن تاریکی باران، در آن مثال وقتی که رعد میزند در آن تاریکی شب، یک مقداری هوا روشن میشه. در خلال روشن شدن هوا اینا یک کمی حرکت میکنن. کلما اضاء لهم مشوا فیه و اذا اظلم علیهم قاموا، وقتی که این رعد برق میزند یک روشنایی ایجاد شد، حرکت میکنن. وقتی اون روشنایی رفت دوباره می ایستن. منافق به دنبال مصالح و منافع خود هست. وقتی که برای او مسائلی مطرح بشه که به نفع او حرکت میکنه، در سوره مبارکه حج الله متعال میفهمد و من الناس من یعبد الله علی حرف، یک عده‌ای هست که دین برای آنها، عبادت برای آنها یک مسئله حاشیه‌ای در زندگی است. فإن اصابه خیر اطمأن به، اگر خوبی آمد خوب است، یعنی عالی است، به دنبال دین میره. اگر منفعت داشت، اگر ثواب داشت، اگر غنیمت داشت، اگر خوبی برای او داشت، راحتی و آسایشی برای او داشت، پست و مقامی برای او داشت، حرکت میکنه. و این اصابته فتنه،
اما اگر ابتلا آمد، اگر سختی آمد، اگر آزمایش آمد، اگر نیاز بود جای خرج بکنه، انقلب علی وجهه، روی برمیگرداند، خسر الدنیا و الاخره، دنیا و آخرت رو این انسان از دست داده است. منافق همچین حالتی دارد. کلما اضاء لهم مشوا فیه، وقتی که منافع او برآورده شد حرکت میکنه. و اذا اظلم علیهم قاموا، اما وقتی که برای او مشتبه شد، شبهه‌ای مطرح شد، مسائلی هست مطرح میشه، شبهه‌ای برای او مطرح شد، همین که شبهه‌ای رو پیدا کرد میسته، اینجا اسلام مشکل داره، این رو نمیشه پذیرفت، این با عقل من سازگار نیست، من نمیتونم این رو قبول بکنم. منافق همیشه به دنبال شبهات است، منافق به دنبال شبهه پراکنی است، به دنبال مشتبهات است، به دنبال مسائلی است تا از اون یک عیبی پیدا بکنه و اون رو پخش بکنه و نشر بکنه. اگر با منافع او سازگار بود میرود، اگر با منافع او سازگار نبود نمیرود. الله متعال میفرماید ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم، اگر الله متعال بخواهد، همان گونه ای که دل اینها را کور کرده است، همان گونه ای که گوش اینها را کر کرده است که نمیشنوند حق را، و دل اینها کور شده که نمیپذیرند حقیقت را، و اگر الله متعال بخواهد لذهب بسمعهم و ابصارهم، بینایی چشمان آنها را هم از آنها میگیرد، گوشهای آنها را هم حقیقتا کر میکند که دیگر هیچ کلامی را نشنوند، و آنها را کور میکند که دیگر هیچ چیزی را نبینند و کور و کر شوند. ان الله علی کل شیء قدیر، الله متعال بر هر چیزی قادر است، الله متعال بر هر کاری قادر است، بر هر چیزی قادر است. الله متعال در این دعایه برای ما صحبت از اضطراب و دودلی و نفاق این عده میگوید که چگونه اینها به دنبال منافع خود هستند و چگونه اینها در دنیا زیان دیدند و در آخرت هم زیان میبینند. و از حال منافقان را الله متعال در پایان ذکر آیات منافقان از آیه 8 تا 20 با 2 مثال برای ما به پایان رسان، و در این 2 مثال الله متعال برای ما نشان داد که منافق همیشه به دنبال این است تا به دنبال منفعت و منافع دنیوی خود باشد و خود را در صف مسلمانان نگه دارد و هیچ بهره‌ای از آیات کلام الله مجید و هیچ بهره‌ای از آن نوری که این آیات با خود آوردن، آن لطف و رحمتی که باران وحی الهی بر روی زمین دارد، اینها بهره‌ای نمیبرند، زیرا نه در آن نور برای آنها باقی مانده است و نه از این باران رحمت الهی استفاده میبرند. فقط سهم آنها اعتراض به رعد و برق است و تاریکی ابر و اعتراض آنها به اون ظلمتی که برای آنها بعد از رفتن نور باقی مانده است. الله متعال همین ما شما را نجات دهد از اینکه از این دسته باشیم. و در آیات بعد الله متعال اولین خطاب به بشریت را مطرح می‌فرماید بعد از اینکه 3 دسته از مخاطبین قرآن رو بیان نمود که مؤمنان، کفار و منافقان هستند. در برنامه بعد به همراه شما صبران این آیات رو به تلاوت خواهیم گرفت با اولین خطاب قرآنی نسبت به همه انسانها و دعوت آنها به توحید و یگانگی الله متعال. تا دیداری بعد همه شما صبران رو به الله متعال میسپارم. الله یارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزانی که مایل به دریافت این برنامه جهت پخش در کانال‌های خود هستند، با راه‌های ارتباطی زیر مکاتبه نمایند.